سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق سعید در خدمت شماست. امروز 22 اگست سال 2026 میلادی است. بلخ میزبان یکی از نویسنده های موفق کشور ما هستند. من یک عادت دارم که از هر کس حمایت نمیکنم، ولی هر آنچه که واقعیت داشته باشه بر مبنای واقعیت، ولو هر کس از هر جای، از هر سمت، از هر سو، از هر مذهب باشد، با دل جان ازش حمایت میکنم. یکی از اعضای ما که پیشتر هم گفتیم مهمان بلخی است و بلخی ها از او میزبانی کرده. در اینجا آمدیم کتاب فروشی سعادت، میریم همراهشان مصاحبه میکنیم و در رابطه با کتابی که نوشته حتما سوال میکنیم یکی کتاب در رابطه با چی است و چی انگیزه باشید که یک کتاب نوشته کردن و علاقمندی جوانای بلخی را هم حتما در این گزارش شما میبینین و همراهشان مصاحبه میکنیم. از شما خواهش میکنیم که کانال ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم تو خوب قوی فشار بدید که 1000 سابسکرایبر ما پر شه و بزرگترین فرصت به هدفی که تعیین کردیم بخیر برسیم. رفتیم. خود دوست عزیز، با یکی از اعضای ما هستم که در کتابخانه سعادت آمده و کتاب خریده. ای که اینا چرا کتاب خرید و به خاطر خریدن کتاب چرا اینجا آمدن و ای که کدام رشته را میخواند در طبع موضوعات همراهشان صحبت میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. شما خوب هستید؟ خیریتی هستین ان شاء الله؟ شما خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر باشین. نام شما؟ اسم محمد یما. محمد یما. بله. یما چون متعلم هستی یا محصل؟ محصل هستم. محصل طب مولوژی هستم. طب مولوژی. سال چنده؟ سال سوم میشه بخیر ان شاء سال الله. سوم میشه بخیر. حتما در پانتون شخصی است. نه، پانتون شخصی است، بخاطر که پانتون دولتی کم مشکلات پیش شد. یک چند سال از درس دور شدیم، از خاطر گفتیم رشته درس از پیش ما خطا نخوره، باز کم دیرتر شروع کردیم. بله. معمولا محصلین طب زمانی که به کتابخانه می در جستجوی کتاب‌های طبی هستند، اما ما در دست شما یک کتاب جدید که در این آخر غوغا برپا کرده آمدین و او را خریدین، ایاز. چی شد باعث شد یا چی انگیزه باعث شد که شما بین کتاب ایاز بخرین؟ کتاب‌های طبی خب معمولا ما محصلین طب عادت شدن کتاب‌های طبی را بیشتر بخرن، مطالعه کنن. باز در پابلیش دیدیم که کتاب ایاز به گفته خودش اومد در غوغا برپا کرده بود دیگه، در سوشال میدیا میذاره بیرون خیلی مشهور شده بود. گفتیم ببینیم یک مطالعهش کنیم و از استاد یک تشکری میکنیم به خاطر که فرهنگ مطالعه را چی ترویج میتن، کتاب ترویج میتن دیگه. شما به مناسبت آمدین خرید؟ بله، پولش مطرح نیست، از اینکه یک چیز ما از این بیاموزیم و فرهنگ مطالعه داره ترویج پیدا کنه و رشد پیدا کنه و حمایت از نویسنده. بله، حمایت از نویسنده نامش بخاطر که جامعه ما شما زیاد هموطنان از ما کتاب می نویسن ولی متاسفانه کسی خرید نمیکنه. اما این کتاب نام خدا خیلی خریدار داشت. بله، استادم به خاطر از این یک جایزه تعیین کرده و من فکر میکنم از فروش کتاب کرده جایزه شاید بالا باشد و همین یک قدم ما شما چی نمایان میکنه که استاد به خاطر پیسه ازی این کتاب نوشته نکرده. استاد فقط میخواد به جامعه خدمت کنه و فرهنگ مطالعه ترویج بده. دقیقاً. شما هدف این کردین که بخواندن این کتاب بخیر یکی از کسانی باشه که جایزه بگیرید؟ ان شاء الله اینا ما به خاطر خودم خریدیم دیگه، در خانه فامیل هم هستن و رو مطالعه میکنم، ببینیم ان شاء الله چی میشه. بسیار تشکر. سلامت باشید. سلامت، زنده باشید، بخیر باشید.
دوستان عزیز با یکی از کارمندان کتابخانه سعادت هستیم در رابطه با خرید کتاب ایاز از اینا چند سوال میکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. شما خوب هستین؟ سلامت. خیریتی هستین ان شاء الله؟ زنده باشین. خیر باشه. نام شما؟ اسم عبدالحمید است. عبدالحمید جان. بله. در کتابخانه هستی کتابخانه سعادت؟ بله. کارمندای از کتابخانه نمایشگاه بین‌المللی راه سعادت هستیم. بله. کتاب ایاز چند روز پیش آورده بودین؟ در حدود 2-3 روز میشه کتاب ایاز آوردیم. ماشاءالله خیلی گیربار است و خیلی سر شلوغ است و ماشاءالله یکی از شاهکارهایی است که در چنین شرایطی یکی از فرهنگ‌های مطالعه را ترویج دادند که قبل از این ما در چند بخش محدود مشتریان خود داشتیم ولی فعلا ماشاءالله خیلی تقاضا برای در تمام ولایت افغانستان سر تا سر افغانستان خیلی بازارش گرم است. از اینکه خوشحالی ما و نقطه عطف توجهش همی است که بخش فرهنگی خیلی یک نقطه آغاز برای اهل مطالعه و فرهنگ است. بدون شک که بسیار برای استاد تشکری میگم که اینجا حضور تشریف آوردن و همچنان برای جوانان هم از طبقه ذکور و هموناست تقاضا برای کتاب وجود داره. در مزار شریف کتابخانه خیلی زیاد است ولی استاد شهرام وفایی آمده کتابخانه راه سعادت انتخاب کردن و اینجا کتاب به نشر رساندن. چقدر خوش هستین از این موضوع؟ یک دنیا سپاس از استاد محترم که اینجا را انتخاب کردن. همونطور که از نامش آشناست طی 20-30 سال در این مزار شریف فعالیت داره کتابخانه ما. الحمدلله یک نمایشگاه بین‌المللی و دائمی است. از این لحاظ هم از لحاظ مساحت، هم از لحاظ فراوانی کتاب، هم از لحاظ بخش‌های مختلف در بر میگیره و هم از لحاظ قدامت و تجربه کاری که داره. از این لحاظ بیشتر و روابطی که داشتن ان شاء الله اینجا را انتخاب کردن. دیروز هم خیلی زیاد مشتری آمده بود و امروز هم از ما شما می‌بینیم نام خودت چی است؟ ماشاءالله میتونید تصویر از طرف هم داشته باشین. خیلی گیربار است. ما نظم ترتیب کردیم، بخش‌ها را مختلف جدا کردیم. دیروز هم بخش‌ها مختلف از بخش دولتی هم حضور داشتن. اینجا سحر دیدن هر بخشش منظم بود، طبقه اونا جدا، طبقه ذکور هم جدا، بخش‌های مختلف و ماشاءالله خیلی به خوبی پیش رفت. هم استاد راضی بودن، هم ما، هم شهروندان بلخ و هم مشتریان. تا حالا چند صد کتاب فروختیم؟ در حدود ممکن 400 جلد ما فروخته باشیم تا فی الحال، ولی فروشات بیشترش در اول چاپ‌های اول دوم سوم بود. در کابل بیشتر فروشات داشتن که در حدود شاید 5000 جلد در کابل در کتابخانه‌های مختلف فروشات داشتن. شما شاید تا 1000 جلد آورده باشید. در حدود 1000 جلد در نظر گرفتیم ان شاء الله که بتونیم چه قدرش میتونیم. بسیار تشکر. سلامت. سلامت. زنده باشید. خانه آباد بخیر باشید. با یکی از جوانای عزیز ما هستیم که امروز اینا هم به کتابخانه آمده و در دستش یک کتاب است. همراهشان معرفی میشن. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیزتان. علیکم سلام. خوب باشین. تشکر. نام شما؟ ما بسم الله الرحمن الرحیم محصل سمستر ششم طب معالجوی پانتون مولانا جلال الدین محمدی بلخی. سمستر ششم بخیر. بله الحمدلله. 6 سمستر دیگه مونده. الحمدلله. بله. ما معمولا با یک جوان دیگه که محصل 15 طب بود دیدم در دستش کتاب بود. معمولا محصلین 15 طب در جستجوی کتابایی که مربوط به 15 خودشان هستن میخرن، اما ما امروز در دست شما یک کتاب بغیر از 15 طب میبینیم. چه چیز باعث شد که بیاین این کتاب بخرین؟ الحمدلله در قدر اول خود نویسنده از کتاب یکی از اساتید بسیار مهم و بدون شک یک با استعداد یک چهره شناخته شده هستن. الحمدلله. دیگه باعث شد که باید ما گفتم که یک دفعه ایاز بشناسیم واقعا که کی است که اینقدر بس سوشال میدیا غوغا برپا کرده که باید یک دفعه بشناسیم که کیست و این یک دفعه به خاطر مطالعهش خریدیم. بله. یعنی به این معنی است که شما در جریان مطالعه بغیر از کتاب‌هایی که مربوط به 15 طب میشه به دیگه کتاب هم علاقه‌مند دارین که مطالعه بکنین؟ بله الحمدلله. بله. امضای استاد گرفتین؟ نه تازه نگرفتم. منتظرشان هستین؟ منتظر هستم. بله. و تصمیم داره که بخیر که یکی از برنده‌های جایزه استاد شهرام وفایی باشه؟ ان شاء الله. دوست دارین که در طب کدام رشته را بخیر تعقیب بکنین یا تخصص در کدام بخش بگیرین؟ تخصص ما خود زیاد علاقه‌مند داخل هستم. داخل عمومی ان شاء الله که یک دکتر
موفق موفق لایق و شوند. ورزیده در بخش خود باشین. بله، شما از الحمدلله. کدام ولایت هستید؟ ما از مزار شریف هستم. از مزار شریف؟ بله. مزاری ما هستیم. ما الحمدلله. شما خیلی یک میمون ویژه داریم با استاد شهرام وفایی است. بله. اینا را باید خوش آمدید بگیم و خوب نوازشون هم بکنیم. ان شاء الله. بله. اما میهمان نوازی مردم مزار دیگه درجه نام خدا نام داره. نام داره. و این نام باید حفظ شود. حفظ شود. و این مسئولیت ما شما هم است اگر متوجه 100% باشید. بله. بعد شما جوان هستیم، بعد از این مسئولیت جامعه به ما شما برمیخورد. بسیار زیاد تشکر. سلامت. خدا مردم عزت نصیب بکنه. زنده باشید. بخیر. استاد شهرام وفایی به زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، به زادگاه رابعه بلخی، به زادگاه فاطمه بلخی ایشان را خوش آمدید میگوییم و واقعا سپاسگزار ایشان هستیم که امروز دیروز و امروز در خدمت هموطنان عزیز ما و در خدمت مزارع عزیز ما قرار داریم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام. شما خوب هستید؟ خیریت هستید ان شاء الله؟ خوش آمدید به زادگاه مولانا. با عزت باشین. ما عرض حرمت و سلام دارم خدمت دوستایی که از طریق برنامه زیبای شما ما رو بیننده هستن. تشکر. ان شاء الله که همگی صحتمند سلامت باشن و افتخار میکنم در کنار شما هستم و در کنار جوانان بلخ باستان. بسیار زیاد تشکر. در ارتباط کتاب ایاز چند سوال دارم. نخستین سوال این است که جناب استاد چه چیز باعث شد که شما کتاب ایاز را بنویسید؟ البته علامه اقبال شما را حفظ کنه از یک بود رشته من بود، چون من تا دور ماستری در زبان ادبیات دپارتمنت دری تحصیل کردم. ثانیاً ماشاءالله رمان‌های زیادی در تاریخ افغانستان ثبت است، زیادتر سبک‌های سیاسی اجتماعی و خانوادگی داره. خیلی احساس میشد به اینکه یک رمان تاریخی اسلامی که مملو از معنویات باشه. یعنی بدین معنا نیست که رمان‌های قبلی معنویات نداشتن، الحمدلله داشتن، ولی جوانان امروز به انگیزه و هدف نیاز دارن که باید بهشان داده شود و در برابر یأس و ناامیدی بتونن استادگی کنن و یک آینه باشه که صرف نظر از هر سن سال هر کس دو خدا بتونه ببینه ان شاء الله. چرا نامشون ایاز گذاشتن؟ ایاز چون رمان بیشتر متکایش بر معنویات است، مخصوصا بر موارد اسلامی و این یک نام عربی است و او ایازی که بعضی دوستا گفتن که با الف نوشته میشه در دربار محمود غزنوی بوده و غیر از این ایاز است. دلیلش این مورد بوده. من یک جوان زمانی که کتاب ایاز را میبینم چرا باید کتاب ایاز را بخوانم؟ سوال خیلی خوب است. جوانایی که مطالعه علاقه دارن به رمان خو بدیهی است که این کتاب میگیرن و او عزیزایی که فرموده شما چرا باید ایاز بخونن، من میگم دلیلش این است که اونا بتونن قدم های بعدی خود که میگذارن چگونه بگذارن، اگر متزلزل هستن، وسواس دارن، ناامید شدن یا از ادامه راه دلزده شدن، ایاز میتونه تمام انگیزهای مثبت برشون بده ان شاء الله. چقدر برای کتاب شما نقد وارد شده؟ در اوایل کم و بیشتر روی صحافتش، روی نامش، روی جلدش که گویا تصویر داره یا این ایاز نیست و ایاز است و این موارد بسیار بگویم حاشیوی بوده. ما یک نقد پرمایه را ندیدم که کسی کاملا مطالعه کرده باشه و جالبی بود یکی از دوستان نقد کرده بودن کتاب. ما امروز مثلا در ارتباط با کتاب صحبت کردیم که صبح در کابل رونمایی میشه، 3 ساعت بعدش نقد کرده بودن، یعنی اصلا کتاب نشر نشده بود و فهمیده میشه که اکثرا نقدها این چنینی بوده و حتی یکی از عزیزا که ما برش احترام داریم از یک کتاب دیگه که توته های از کل منسجم است فکر میکنم نشر کرده بودن و گفته بودن که نوشته ایاز است. قسم نقد ها بوده ولی الحمدلله از جوانایی که خواندن ما در راه با دوستان گفتم همشان الحمدلله مورد پسندشان قرار گرفتن. برای یک نقد منطقی که واقعا در خوش جواب دادن شما باشن پاسخ دادین؟ بحث مسئله ایاز بود. الف و عین که گفتنی اسم از امود خود عنوانی کتاب معلوم میشه، نیاز به خواندنش نیست که ایاز به عین نوشته است و در حالی که ایاز است این خواندن فاقد ارزش است و یکی از امی کسانی که نقد کرده بود گفته بود این نام در دیکشنری یا ساده تر بگویم در فرهنگ و لغات نیست.
یعنی جالب برمایی بود که در فرهنگ و لغات هیچ نیست، در حالی که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمشان عیاض بوده. در قرن دو کسی به نام فضیل ابن عیاض بوده و در طول تاریخ ما به دهها عیاض داشتیم و چیزی که یک نوع امر مشتبه واقع شده بین دوستا، امو عیاض دربار سلطان محمود غزنوی بوده، کسی به او تعلق نداره، اصلا داستان اون نیست. ما در 4-5 ساله که در سوشال میدیا فعالیت دارم، نخستین بار است که در یک کتابخانه جوانان بلخی را میبینیم که با این قدر شوق و علاقه آمده کتاب میخونند. این همش از برکت شماست. جوانای بلخی را چگونه یافتین به خاطر مطالعه کتاب؟ فکر میکنم تنها در جوانان بلخی امر خلاصه نمیشه، در سراسر افغانستان الحمدلله عیاض غالب بر 95% جوانان مطالعه کردن. یعنی 5% اگر یک تعداد بوده باشن که مثلا به 50 و 60 و این نشان میده که الحمدلله جوانان به فرهنگ خود ارزش میدن، چون در این عظمت از غزنه پیرامون صحبت شده، داشته‌های فرهنگی که ما داشتیم و گذشته از او جوانان تشنه مطالعه هستند. فقط کافی است که یک کسی بیایه و یک چیزی که من نمیم الان عیاض نوشته ارزش داره، یک چیزی که در واقع ارزش داشته باشه با معرفی گرفته شود و جوانا انشالله میتونن که سره را از ناسره جدا کنن. آخرین پیامتون به جوانای عزیز ما؟ پیام من این است که بیاین در فرهنگ مطالعه همکار هم دیگر واقع شویم و گام های نخست است ما دری را گذاشتیم، شما ما را همکاری کنین. اگر مشکلاتی داشته می باشه مثل سایر نویسنده ها که میگه شاید اشتباهات تایپی داشته باشه یا مورد دیگه، حتما ما را همکاری کنین، کمک کنین و منتظر برنامه بعدی ما باشین انشالله. و او جایزه که تعیین شده واقعیت دارند؟ بله 100% واقعیت. بعضی دوستا در سوشال میدیا گفته بودند که پروپاگاندای یک قسم دیگه از خیر اسم بشه نمیگیرم ولی واقعیت دارند. نه خواهش میکنم انشالله در امتحان در شفافیت شاید سیستم چک کنه و عزیزای از خود وزارت تحصیلات عالی در روز امتحان اونجا اشتراک کنن و جوانایی که میاین در امتحان انشالله با ما کوشش میکنیم به جوایز اضافه کنیم، چون اشتیاق جوانا را که میبینیم شاید تو 4 لک کفاف نکنه. بعضی شرکت ها گفتن که الان در قسمت توزیع مثلا ماشین کالاشویی یا بعضی از وسایل برقی دیگه ما سهم میگیریم و چیزی که در بساط داریم شریک میکنیم با جوانا. امیدوار هستم که انشالله عزیزا با عیاض با خاطر خودشان بخونن. شما افتخار ما با عزت باشین. سلامت زنده باشین. خب دوستان عزیز، با یکی از عزیزای ما به نام جاوید شاهد که در این آخر در سوشال میدیا فعالیت شروع کردن و امیدوار هستم که به زودترین فرصت به اون هدفی که تعیین کرده برسد. جاوید جان سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیراتی است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ زنده باشین. جاوید جان که هر ویدیو رو میبینه باز ما رو تگ میکنه. دیگه ما یک تاش قبول میکنیم، یک تاش قبول هم نمیکنیم. واقعیت راست میگیم برشون. خانه بعد سلامت زنده باشین. جاوید جان امروز به خاطر چی به اینجا آمدین؟ ما با نماینده همکاری با امی کتابخانه راه سعادت روز دوم نمایش و پذیرایی از استاد احمد شهرام وفایی است. استاد شهرام وفایی به هم افغانستان معلوم است، یک شخصیت بزرگوار، شخصیت مثبت و مفید که با از راه مثبت خود به تمام افغانستان و وطندارای ما معرفی نمودند. ما به نمایندگی از مردم شهر مزار شریف به پذیرایی استاد اینجا حضور داریم و امید که به خوبی تانسته باشیم که تا هنوزم در حال انجامش است، تانسته باشیم به خوبی از استاد پذیرایی کرده باشیم و با وجه حسنش اینا را زحماتشان جواب نیک داده باشیم ان شاء الله. استاد شهرام وفایی امروز به نمایندگی از تمام افغانستان
اینجا نام افغانستان را در سراسر افغانستان جهان معرفی کرد. فعلا در یک نکته بسیار جالب که دیدنی و شنیدنی است، کتاب ایاز پرفروشترین کتاب افغانستان که شد، پرفروشترین کتاب سال 2026 هم هست. فعلا این رکورد سال 2026 به پایان نرسیده. از شروع سال 2026 فعلا در هیچ کشور جهان در 10 ساعت 2000 نسخه کتاب فروش نشده. این رکورد توسط ایاز بسته شده و انشالله که این رکورد تا ختم این سال باقی بمانه که ایاز شکسته نشه و رکوردش ایاز تاریخی شود. بله، شما در اتباع ایاز چیز خواندین یا نه تا حالا؟ ایاز متاسفانه که ما امروز روز دوم پذیرایی از استاد است، چون ما منتظر خود حضور استاد بودیم که از دستای خود استاد ما کتابشان عکس کنیم که کتاب ما دیروز گرفتم. افتخار بخشیدن استاد، کتاب بر ما دادن و انشالله که بخیر اینا را بدرقه خوب کنیم. باز انشالله ما کتاب به درستی مطالعه میکنیم. کتاب ایاز کتابی نیست که سر که مطالعه شود. پذیرایی جوانان بلخی از استاد چگونه بود، خصوصا در ارتباط خرید کتاب ایاز؟ الحمدلله ما با مشوره از مدیریت سعادت براتون میگم، کتاب فروشی سعادت، ما در 2 روز، البته فقط دیروز هم 2 ساعت، نهایتش 3 ساعت استاد اینجا تونستن حضور پیدا کنن. الحمدلله حضور و پذیرایی و جوانان مزار شریف از استاد خیلی زیاد بود. با وجه حسنش بود. استاد خودشان دیروز به ویدیو ما خودم نشر کردم، من میرد صفحه خودم، استاد خودشان دیروز اقرار کردن که بعد از کابل مزار شریف بهترین استقبال از استاد و کتاب ایاز کردن. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. سلامت. زنده باشید. با یکی از جوانای عزیز ما هستم که امروز در این نمایشگاه حضور به هم رسانده و ببینیم که اینا به خاطر چی اومدن. سلام علیکم. سلام. شما خوب هستین؟ خیریتی هستین ان شاء الله؟ سلامت. نام شما؟ اول سلام خسته نباشید خدمت شما، خدمت کسایی که ما را از طریق کانال یوتیوب شما بیننده هستن. امید که خوب صحتمند باشین. اسم مسائل است دیگه، باشنده مزار شریف هستم و امروز آمدیم به خاطر کتاب ایاز خریداری بکنم. شما متعلم هستین؟ محصل؟ ما محصل هستم، سال اولم استوماتولوژی طب دندان. بله. آمدید که کتاب ایاز بخرید؟ بله. در اینجا کتاب ها خیلی زیاده، شما چرا کتاب ایاز انتخاب کردید؟ کتاب ایاز به خاطر که نویسنده استاد شهرام است. بله. دیگه استاد شهرام یک شخصیتی است که واقعا من خیلی دوستش دارم و یکی از طرفداراش که در زندگی یک علاقه سخت‌تر هستم و استاد شهرام ما در زندگی خدای گلگوی خود قرار دادیم. واقعا ما براتون بگم که خیلی دوستشان داریم. خیلی دوستشان. از استاد شهرام تا حال امضا گرفتین؟ والا نه اومدم دیگه. نه اومدید؟ بله. خیر، شما اول باید یک کتاب بخرین، بعد کتاب استاد براتون امضا میکنه و بعد یک تصویر هم روشن میگیرین. 100%. صحیح است؟ بله. موفق باشین. تشکر از شما. بخیر. تشکر از شما که صدای ما را به مردم میرسونید. تشکر. سلامت. بخیر باشین. با یکی از بزرگای واسم، اینا هم به خاطر حمایت از استاد شهرام وفایی به خاطر کتاب ایاز و کتابخانه سعادت آمده بود. چند سوال امروز زناد می داشته باشیم و از همکارم خواهش میکنم این طرفتر بیا، سرک نگیر، این طرف بیا، این طرف اینمی تو. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ خیریتی هستید ان شاء الله؟ سلامت. زنده. نام شما؟ نام حاجی محمد یعقوب حکمت، معروف به دکتر حکمت، از رئیس شورای اقوام قبایل ولسوالی چمتال و در ریاست سرحدات و اقوام قبایل به حیث رئیس کمیسیون حل منازعات اقوام قبایل ولایت بلخ. ماشاءالله. امروز اینجا آمده بدین به خاطر حمایت از استاد شهرام وفایی به خاطر یک کتاب نوشته کرده به نام ایاز، شاید شما دیده باشین. چی پیام دارین به جوانایی که زحمت میکشن کتاب مینویسن؟ بله، ما امروز آمدیم به کتابخانه، دیدم که خیلی تعدادی از جوانا جمع شده بودن در کتابخانه به خاطر که یک از جوانای با احساس ما و شما، جوان با مسئولیت ما و شما یک کتابی چاپ کردن به نام ایاز که استاد شهرامی وفایی. دیگه ما بسیار خوش شدیم به خاطر که ترویج فرهنگ میخواهند در جامعه ما تطبیق بکنن
ترویج کتابخوانی را در جامعه ما باید تطبیق بکنن. جوانا تشویق شود به سوی فرهنگ کتابخوانی دعوت شود. ارزش کتاب و کتابخوانی را باید درک بکنن. کتاب انسان انرژی میتن، کتاب انسان سمت و سو میتن، کتاب انسان با انرژی میسازه. کتاب هادی انسان ها در زندگی است. دیگه ما بسیار خوشحال شدم از این جوانایی که در این کتابخانه جمع شده بودن. شما از حل منازعات گفتین، در چند موضوع قومی که بسیار بزرگ بوده شما حل و فصل کردین؟ محترم، ما در ریاست اقوام و قبایل تقریبا 380 منازعه در این مدت 1.5 سال بر رهبری محترم سردار محمد محمدی رئیس سرحدات و اقوام و قبایل ولایت بلخ حل شده که شاید به حدود بیش از 100 موضوع مربوط به جوانا بوده. جوانایی که مثلا خودشان در خارج خانمش اینجا یا مشکلات های فامیلی داشته یا در قسمت موضوع ازدواج مشکل داشته، به خاطر از اینکه ما تشویق کرده باشیم موضوع جوانا را در یک قسمت ما زیاد تلاش کردیم و جوانان در یک قسمت کوشش میکنیم که از این بیشتر موضوعشان مشکلشان حل شود. بسیار زیاد تشکر. شما کارم است که به خاطر حل منازعات قومی یا سمتی در افغانستان تلاش میکنین و به یک موافقه کلی میرسین. سلامت باشین. ما رسانه ها زبان ملت است، زبان ها هنجره ملت است. از شما ما بیشتر یک جهان تشکر میکنیم. سلامت باشین. سلامت باشین. بخیر. از همه شما یک تشکری ویژه میکنیم و از استاد شهرام وفایی که آمده بود به زادگاه مولانای بلخی و در خدمت هموطنان عزیز ما بودن. میبینید که امیررضا دوستا و عزیزا همه منتظر هستند تا با استاد شهرام وفایی عکس بگیرن، امضایشون را در کتابی که میخرن در آنجا بگیرن و همراه خود یک خاطره ثبت بکنن و آنها گفتن امانن. اگر شما واقعا مطالعه را دوست دارین و میخواین که این کتاب از اول تا آخر بخونین و یکی از کسایی که قرار است که برش جایزه داده شود، من مطمئن هستم و باورمند هستم که او شما خواهید بود. یگانه راه برد شما در امتحان این کتاب است فقط مطالعه است. پس طبقی که من شنیدم امتحان ازیم در کابل گرفته میشه و یک جایزه یک مبلغ خیلی کلان که حتی استاد شهرام وفایی در صحبت‌هایشان گفتم ممکن است که جایزه با حمایت و اسپانسر بعضی از شرکت ها و بعضی از چهره‌های شناخته شده بلند برود و این یک چانس خیلی خوب برای شمایی که عاشق مطالعه هستین و امیدوار هستم که شما با این مطالعه‌تان نه تنها در کتاب ایاز، هر آن کتابی که در افغانستان در بخش شما یا در مسلک شما مطالعه بکنید و با اهدافی که شما تعیین کردین با او اهداف رسیدگی نمایید. تا برنامه بعدی که ساخته در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.